سلام عزیزای دلم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جای دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه. من محبوبم و اینجا کانال داستانهای محبوب است. امیدوارم که داستانی که برای امشب براتون در نظر گرفتم مورد رضایت شما عزیزان قرار بگیره و تا آخر ویدیو همراه من بمونید و با لایک و کامنت های قشنگتونم از من حمایت کنید. بریم سراغ داستان شبمون. هیچ وقت باورم نمیشد که بعد از 25 سال زندگی قرار باشه همچین چیزی رو تجربه کنم. قصه زندگی من از اون قصه هاست که حتی خودمم نمیدونم قربانی این ماجرا منم یا قربانی گرفته شدم. قصه زندگی من از اون قصه هاست که حتی خودمم نمیدونم قربانی ماجرا هستم یا قربانی گرفتم. اون روز که امیر دست دختر بچه کوچولویی تو دستش بود و وارد خونه شد، احساس کردم قرار زندگیم زیر و رو بشه. اون دختر بچه چشای معصومی داشت و اونقدر زیبا به آدم نگاه میکرد که دلت نمیخواست چشم ازش برداری. یه دختر پاک و معصوم که از ظرافت و کوچولو بودنش هر چی بگم کم گفتم. دختر بچه طفل معصوم لباسای سر تا سر سیاه تنش بود و پیراهن بلندی که بدن لاغرشو پوشونده بود طوری که به تنش سار میزد. دلم میخواست همونجا لباساشو در بیارم و بندازم دور. موهای بلندش که تا کمرش میرسید خیلی قشنگ گیز شده بود و چشای غمبارش آدمو دیوونه میکرد. رو کردم به امیر و گفتم این دختر بچه کیه؟ امیر سرشو پایین انداخت و گفت اسمش لیاست. تازه مادرشو از دست داده، هیچکیو نداره. من آوردمش اینجا که یه مدتی کنار ما بمونه. با تعجب به امیر زل زدم، ولی قبل از اینکه چیزی بگم امیر چشم قره‌ای بهم رفت و گفت ببرین طفل معصومو یه دوش بگیره، خیلی خسته است. خیلی تعجب کرده بودم. امیر آدمی نبود که دست یه غریبه رو بگیره و برداری بیاره خونه. اوایل که ازدواج کرده بودیم راستش بچه دار نمی شدیم. 100 بار بهش گفتم بریم یه بچه بی سرپرست و به سرپرستی بگیریم، اما امیر مخالفت می کرد و داد و بیداد را مینداخت و می گفت من نمیخوام بچه بیارم اصلا تو خونه. من که نمیدونم ننش کیه، باباش کیه، ذاتش چجوریه. اصلا به هیچ عنوان رضایت نمیداد که این کارو بکنیم. درست سالهای بعد خدا بهمون 2 پسر داد، اما امیر آدمی نبود که بچه غریبه رو بیاره تو خونه بزرگ کنه. مطمئن بودم که امیر خانواده این بچه رو خوب میشناسه، وگرنه دلیلی نداشت که بخواد دست این بچه رو بگیره و بیاره تو خونه. من حقیقتش دلم برای دختره سوخت. برای همین دستشو گرفتم و بردمش تا یه دوش بگیره. اما موقعی که داشتم میشستمش متوجه شدم این بچه خیلی نحیفتر از بچه های همسن و سالشه. اصلا هم حرف نمیزد. دلم به حالش سوخت و با خودم گفتم حتما دختر زج کشیده ایه. وقتی خوب شستمش تمیزش کردم، یه لباس که مال پسر کوچیکترم پیمان بود تنش کردم. احسان و پیمان و خدا بعد از 14 سال و بعد از 1000 نذر و نیاز و دوا و دکتر بهم داد. من همیشه آرزو داشتم یه دختر داشته باشم. برای همین حسابی به این دختر بچه عشق دادم، بهش غذا دادم و خوابوندمش. وقتی لعیا رو خوابوندم رفتم پیش امیر و ازش پرسیدم این دختر بچه رو از کجا آوردی؟ پدر مادرش کیان؟
امیر حرفایی به من زد که هیچ وقت به هیچ کی نگفتم. هر چیزی بود بین من و امیر بود. امیر با شرمندگی سرشو پایین انداخت و گفت این بچه خود منه. اونقدر از شنیدن این حرف شوکه شده بودم که پاهام شل شد و رو زمین افتادم. زدم زیر گریه و گفتم تو به من خیانت کردی. امیر همینطور که سرشو بین دستاش گرفته بود سرشو بالا آورد و گفت این چه حرفیه؟ من هیچ وقت بهت خیانت نکردم. وقتی می رفتیم دکتر تا بچه دار بشیم چندین بار دکترها آب پاکی رو دستم ریختن و گفتن احتمال بچه دار شدنتون صفره. از اون طرف مادرمو که خودت میشناسیش چقدر به من فشار می آورد تا بچه دارشم. منو مجبور کرد یه دختر رو صیغه کنم تا بتونم بچه دارشم. مامان میگفت این دختر خیلی بدبخته، یه پولی بهش میدیم صیغت میشه و بعدم که بچه دار شد بچه رو ازش میگیریم و تو و زنت میرید به راحتی زندگیتون رو میکنیم. مامانم میدونست که من خیلی عاشق بچه‌ام، برای همین اینطوری منو فریب داد. منم که میدونستم تو عاشق بچه هستی میخواستم اینطوری تو رو خوشحال کنم. اما وقتی زهرا رو صیغه کردم و بعدم بچه دار شد حسابی به هم ریختم. من میدیدم که زهرا هیچ کس و کاری تو این دنیا نداره و چطور عاشق این بچه شده. وجدانم قبول نمی کرد که بچه رو از مادرش جدا کنم. امیر چشاش پر از اشک شد و گفت زهرا هیچ کس رو تو این دنیا نداشت. یه مادر پیر داشت که اونم به خاطر بدبختی و بیپولی زهرا رو میده به یه پیرمرد به درد نخور. پیرمردم چند سال بعد از ازدواج با زهرا میمیره. زهرا تنها و آواره میشه. هیچ کس و کاری هم نداشته. بچه های پیرمرده با بیرحمی زهرا رو از خونه بیرون میکنن و زهرا به خونه خاله جون من پناه میبره. خاله جونم یه مدت زهرا رو نگه میداره و بعدم که میبینه من و تو بچه دار نمیشیم به سرش میزنه که من با زهرا ازدواج کنم تا بچه دار شم. خاله جون با خیال این که زهرا بی کس و کاره تصمیم میگیره که اونو به ابزاری برای بچه دار شدن من تبدیل کنه و مادرم هم با این قضیه موافقت میکنه. اینطور که مامانم میگفت یکی دو بارم میره روستا پیش خاله جون و از نزدیک زهرا رو میبینه. زهرا دختری خوبی بود و مادرم هم اونو پسندش میکنه. بعدم مامان اومد و قضیه رو به من گفت. اولش به هیچ عنوان حاضر نبودم این کار رو انجام بدم چون عاشق تو بودم و نمیخواستم هیچ جوره باعث ناراحتیت بشم. اما یه روز مامان منو راضی کرد که باهاش برم روستا. به هم میگفت میخواد به زهرا کمک کنه. بی کس و کار و هیچ کار و پولی نداره. برای همین باهاش همراهی کردم. وقتی چشم به زهرا افتاد حسابی دلم براش سوخت. مشخص بود که هیچ وقت تو عمرش لباس درست حسابی نپوشید و شکمش هیچ وقت سیر نبوده. اونقدر لاغر و نحیف بود که با دیدنش دلم سوخت. وقتی مامان دید حسابی تونسته دل منو به درد بیاره با خاله جون دورم کردن و شروع کردم به نصیحت کردن و حرف زدن. خاله جون میگفت اگه با این دختر ازدواج کنی همین بیچاره رو از بدبختی نجات دادی و میتونی سایه سرش بشی و همین که خودت پدر میشی و آرزو به دل نمیمونی. اما من حرفم فقط یه چیز بود. من عاشق راضیم و هیچ جوره نمیخوام از دستش بدم. مامان گفت بذار زهرا بچه دار شه، بچه‌شو بردار ببر بده به راضیه، با هم زندگی کنید.
از اون طرفم تو خرج و مخارج زهرا رو بده و تا آخر عمر نذار سختی بکشه. اینطوری دینت به زهرا هم ادا میشه. راستش به هوای این که بچه دار بشم حرفای خاله و مامان به دلم نشست و تصمیم گرفتم زهرا رو صیغه کنم. 1 هفته روستا بودیم و من توی این 1 هفته زهرا رو صیغه کردم و باهاش بودم. هیچ حسی بهش نداشتم و خیلی پشیمون بودم از اینکه این کار رو باهاش کردم. ولی زهرا خیلی بیچاره بود و همین که میدید من به عنوان همسر کنارشم خیلی خوشحال بود. همون موقع پشیمون شدم و با وجود اینکه خاله جون و مامان اصرار کردن راه افتادم و اومدم خونه و تصمیم گرفتم دیگه به هیچ عنوان روستا نرم و چشم تو چشم زهرا نیفته. به محض این که از روستا برگشتم تو به هم گفتی فکر میکنم باردارم و وقتی که آزمایش مثبت شد دیگه مطمئن شدم خدا به من نظر کرده و باید قید زهرا رو بزنم. عقد موقتم رو باطل کردم تا دیگه مجبور نباشم با زهرا ارتباطی داشته باشم. اما هنوز 2 ماه از اون اتفاق نگذشته بود که خاله جون زنگ زد و گفت مژده بده، زهرا بارداره. با شنیدن این خبر هم خوشحال شده بودم هم حسابی جا خورده بودم. نمیتونستم از بچم بگذرم و نه دلم میخواست با زهرا ادامه بدم. از طرفی هم که تو باردار شده بودی. امیر زد زیر گریه و میگفت نمیدونی که چقدر توی اون مدت حالم بد بود. هر دوتاتون با هم باردار شده بودید. تو 3 ماه جلوتر از زهرا بودی و زهرا هم بچه منو باردار بود. وقتی مادرم قضیه رو فهمید شروع کرد به آه و نفرین کردن که اگه زهرا و بچه‌ش رو ول کنی هیچ وقت حلالت نمی کنم. خلاصه مجبور شدم به زهرام رسیدگی کنم و هر کاری که برای تو می کردم برای اونام می کردم. بعد از اینکه احسان به دنیا اومد لیام متولد شد و منی که سالها در حسرت داشتن بچه می سوختم حالا در آن واحد صاحب 2 تا بچه شده بودم. زهرا خیلی خوشحال بود و از اینکه میدید میتونه بچه‌ش رو تو آغوش بگیره خوشحال بود. تو هم که دیگه مادر شده بودی تصمیم گرفتم بچه زهرا رو ازش نگیرم. یه خونه تو همون روستا براشون گرفتم و با توجه به این که تو سختت بود تنهایی بچه رو بزرگ کنی بیشتر پیش تو بودم و خیلی کم پیش می اومد که به زهرا سر بزنم. این طفل معصومم سالی 2-3 بار بیشتر باباشو نمیدید و با اینکه من تو شهر بزرگ زندگی می کردم اما دخترم محکوم بود که توی یه روستای دور افتاده با مادرش تنها زندگی کنه. وقتی خاله جون به هم زنگ زد و گفت حال زهرا خوب نیست اولش خیلی جدی نگرفتم، اما چند روز پیش به هم زنگ زد و گفت هر چه زودتر خودتو برسون اینجا، زهرا مرده و دخترت رو دست ما مونده. خیلی حالم به هم ریخته بود. به خاله جون گفتم الان من چجوری میتونم این بچه رو نگه دارم؟ خاله گفت باید بچه رو ببری پیش راضیه و همه چیزو بهش بگی. امیر با خجالت سرشو بالا آورد و گفت به خدا من فقط توی اون 1 هفته که روستا بودم و زهرا رو صیغه کرده بودم باهاش رابطه داشتم و بعد از اون هرگز زهرا زن من نبود و فقط به خاطر اینکه مادر بچم بود همه جور ساپورتش میکردم و از لحاظ مالی بهش میرسیدم. من هیچ وقت دلم نمیخواست که بچم رو بیارم تا تو بزرگ کنی، اما حالا که مادرش در اثر یه بیماری نادر موروثی از بین رفته دیگه نمیدونستم چطوری باید از لیا نگهداری کنم. باورم نمیشد همزمان با من هوومم باردار بود و من حالا بعد از 9 سال خبردار شده بودم. اشک تو چشام حلقه زده بود. موقعیت عجیب و ترسناکی بود. نمیدونستم باید چی کار کنم.
دلم میخواست امیر رو ببخشم و نمیتونستم اجازه بدم اون طفل معصوم از پدرش دور باشه و برگرده روستا، که اگه برمیگشت روستا معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظارش باشه. پس با وجود دلخوری و ناراحتی شدیدی که از امیر داشتم تصمیم گرفتم لعیا رو نگه دارم، ولی یه شرطی با امیر کردم. شرطی که حسابی باعث شوکه شدن امیر شد. بهش گفتم هرگز احسان و پیمان نباید بفهمن که لعیا خواهر واقعیشونه و تو با زنی غیر از من ازدواج کردی. امیر گفت اما لعیا میدونه که من پدرشم. اون قدم حالیش هست که وقتی با بچه ها صمیمی بشه خودش حقیقتو بهشون بگه. امیر راست میگفت، اما من یه فکری دیگه به سرم زد و رو کردم به امیر و گفتم پس فقط یه راه داریم. باید به لعیا بگی تو پدر واقعیش نیستی و چون مادرش اونو نامشروع باردار شده تو دلت به حال مادرش سوخته و خواستی آبروشونو بخری. برای همین عقدش کردی و جلوی همه گفتی که پدرشی. امیر عصبی به سمتم برگشت و گفت چرا داری این حرفو میزنی؟ توقع داری به یه بچه کوچیک بگم مادرت بدکار است؟ اونم مادری که من میدونم از گل پاکتر بود؟ عصبانی داد زد و گفت الان نگفتم که این حرفا رو بهش بگی، اما از همین الان ذهنشو کم کم آماده کن که وقتی بزرگ شد اینطوری براش توضیح بدی. فهمیدی؟ امیر ناراحت بهم زل زد و گفت ولی من نمیخوام همچین دروغ بزرگی در مورد زهرا به دخترش بگم. منم عصبی رومو برگردوندم و گفتم پس اگه اینطوره منم نمیتونم دخترتو نگه دارم. برو بده به مادر جون و خاله جونت که نگهش دارن. امیر سکوت کرد، سکوتی مرگبار که تن آدمو به لرزه مینداخت، اما با وجود اینکه مخالف این قضیه بود قبول کرد. از همون موقعی که لعیا پاشو تو خونه ما گذاشت شروع کردم تو گوشش خوندن و گفتم که امیر پدر واقعیش نیست و تموم این مدت جلوی بقیه مردم میخواسته نمایش بده که پدرشه. از طرفی به لعیا محبت میکردم، براش خرید میکردم، مدرسه خوب فرستادمش، به خورد و خوراکش میرسیدم و خلاصه عین بچه خودم ازش نگهداری میکردم. اما روزی نبود که کنارش نشینم و در مورد این که امیر پدرش نیست حرف نزنم. خوب یادمه یه روز وقتی لعیا داشت مشقاشو مینوشت یه دفعه رو کرد به من و گفت مامان راضیه؟ اگه بابا امیر بابای من نبوده پس چرا همیشه میومد بهم سر میزد؟ چرا برای من و مامان زهرا خرید میکرد؟ چرا همیشه بهم میگفت دختر قشنگم و مامانم میگفت بابا امیرت خیلی دوست داره؟ خندیدم و گفتم دختر قشنگم، امیر همین الانم تو رو دوست داره، اما یادت باشه بعضی وقتا بزرگترا یه چیزایی میدونن که کوچیکترا خبر ندارن. بعدم خندیدم و گفتم ببین امیر اینجا زن داشته، زندگی داشته، 2 پسر داشته، پس شماها زن و بچهش نبودین. امیر فقط دلش میسوخت و به تو و مادرت کمک میکرد. اگه واقعا تو بچهش بودی پیش تو زندگی میکرد. اگه زهرا واقعا زنش بود پیش زهرا زندگی میکرد، مگه نه؟ لعیا چشاش پر اشک شد و سرشو پایین انداخت و مشغول مشق نوشتن شد. بعدم زیر لب گفت آره راست میگی، تموم دوستای من تو مدرسه با پدر مادرشون همزمان زندگی میکنن، هیچ کس مثل من نیست. خندیدم و گفتم آره دختر قشنگم، همه بچه ها با پدر مادرشون زندگی میکنن، حالا به این چیزا فکر نکن. وقتی بزرگ شدی همه چیزو بهت میگم، دیگه این سوالو نه از من بپرس نه از امیر. آه بلندی کشید و گفت چشم مامان.
لعیا به شدت لهجه روستایی داشت و من مدتها تلاش کردم تا لهجه‌شو عوض کنم. خلاصه که عین دختر خودم بهش رسیدگی کردم. مراقبش بودم و خلاصه همه جوره براش مایه گذاشتم. هرچی بزرگتر می شد بیشتر راجع به پدرش سوال می کرد و امیرم طبق قول و قراری که با هم گذاشته بودیم به لعیا دروغ گفت. من تو گوش پسرا کرده بودم که لعیا دختر خدمتکار خاله جون بود و چون اون خدمتکار فوت کرد و این دختر کس و کاری نداشته ما آوردیم تا بزرگش کنیم. برای همین پسرا هم لعیا رو به چشم یه دختر بیچاره که هیچ کس رو نداره نگاه می‌کردن. احسان که با لعیا هم سن و سال بود و همین باعث شده بود که تموم درس خوندناشون، بیرون رفتناشون، همه چیزشون با هم باشه. پیمانم رابطش با لعیا خیلی خوب بود و همیشه این ستا با هم دیگه بودن. و خب همین قضیه باعث شده بود که من و امیر خیالمون راحت باشه. لعیا دبیرستانی بود که شروع کرد به سوال پیچ کردن باباش و اصرار داشت بدونه اگه امیر باباش نیست چرا شناسنامه‌شو امیر گرفته. دیگه لعیا بزرگ شده بود و همه چیز حالیش بود. برای همین امیر مجبور شد همون حرفایی که من بهش یاد داده بودم و به دخترش بزنه و براش توضیح داد که زهرا از یکی ناخواسته باردار شده و امیر به خاطر اینکه آبروشو بخره باهاش ازدواج کرده. وقتی لعیا این چیزا رو شنید حسابی به هم ریخت و خیلی گریه‌زاری کرد. چپ و راست به مادر مردش فوش میداد و همش میگفت مامان راضیه، در واقع تو مادری منی. بدون هیچ چشم داشتی منو بزرگ کردی و همیشه میگفت دلم میخواد مادرم زنده بود تا ازش میپرسیدم پدر واقعیم کیه. چند سال به همین منوال گذشت و من میدیدم که لعیا میرفت پیش امیر و ساعتها باهاش پچ پچ میکرد. بعدم با چشم خیس برمیگشت توی اتاقش. وقتی حال و روز لعیا رو دیدم سری رفتم پیش امیر و ازش پرسیدم جریان چیه امیر؟ امیرم با عصبانیت بهم زل زد و گفت این دختری بیچاره به خاطر اینکه فکر میکنه حاصل یه رابطه نامشروعه داره دیوونه میشه. دیگه احساس عذاب وجدان دارم. امشب اومده ازم میپرسه پدر واقعی من کیه؟ تو رو خدا بهم بگو تا لااقل بدونم اصل و نسبم کجاست و به کی میخوره. بهش قول دادم که پدرش رو پیدا کنم. بعدم زد زیر گریه و گفت من بی غیرت اینجا نشستم و دخترم داره دنبال پدرش میگرده. حالم به هم ریخته بود. نه به خاطر اینکه لعیا دنبال باباش میگرده، به خاطر حال و روز امیر میترسیدم. اگه اوضاع به همین منوال پیش بره، امیر طاقت نیاره یا همه چیزو به دخترش بگه. آخه امیر آدم دلسوز و مهربونی بود و دلش نمیخواست آزارش به یه مورچه هم برسه، چه برسه به دختری خودش. اون روز تا تونستم امیر رو دلداری دادم که آروم بشه، ولی بعدش فکرامو جمع کردم و تصمیم گرفتم خودم یه کاری بکنم. اون شب خیلی فکر کردم و در نهایت تصمیم گرفتم خودم برای زندگیم کاری کنم. درست 1 سال قبل از این اتفاق خاله جون امیر فوت کرد و ما به اتفاق بقیه اعضای خانواده رفتیم روستا. از اونجا که مادر امیرم قبل از خاله جون فوت کرده بود ما تنها خانواده خاله جون بودیم. تمام روستایی‌ها به دیدنمون می اومدن و با همون صحبت می کردن و اینجوری بود که من تقریباً با تمام اهالی روستا آشنا شدم. ریز و درشت، کوچیک و بزرگ همه رو می شناختم. من از بچگی حافظه داشتم و کمتر پیش می اومد که کسی رو ببینم و بعداً فراموش کنم. تو تمام سالهایی که زن امیر شده بودم این اولین باری بود که
اینطوری با اهالی روستای مادرش آشنا می شدم. با اینکه لعیا خاله جون رو دوست داشت و خودشون تا 8-9 سالگی تو روستا بزرگ شده بودن، اما به هیچ عنوان دلش نمیخواست به اون روستا برگرده. برای همین درس خوندن و بهونه کرد و برای مراسم خاله جون نیومد. پسرام که کلن از روستا فراری بودن. هیچ کدومشون حاضر نشدن بیان روستا. من و امیر رفته بودیم. ما بین کسایی که توی روستا باهاشون صحبت داشتیم و حرف می زدیم، یه مرد حدوداً 40-50 ساله بود که بنده خدا یکی از پاهاش مشکل داشت و مادرزادی نمیتونست درست راه بره. همه مردم روستا مسخرش میکردن و اونقدر اعتماد به نفسش پایین بود که جرأت نداشت توی جمع ظاهر بشه. اسمش حسن بود. خوب یادمه. با اینکه تو روستا رسمی نیست آخر شب برای ادای احترام و تسلیت گویی خونه کسی برن، اما حسن گذاشت و آخر شب درست زمانی که میخواستم در خونه خاله جون رو ببندم اومد و ما هم به گرمی ازش پذیرایی کردیم. همون موقع امیر بهم گفت این بنده خدا رو همه به خاطر پاش مسخره میکنن، برای همین این موقع شب اومده. حسن یه مرد آروم با صورت سبز و چشای غمگین بود. هیچ وقت ازدواج نکرده بود و جز یه مادر خیلی پیر کسی دیگه یو نداشت. مادر حسن نزدیک به 100 سال سنش بود و خواهر و برادرش هم هر کدوم ازدواج کرده بودن و رفته بودن سراغ زندگیشون و کاری به حسن نداشتن. خاطرات روستا رو با خودم مرور کردم و تصمیم گرفتم برای این که لعیا بیشتر از این دنبال پدرش نگرده بهش دروغ بگم. برای همین چند روز بعد وقتی حال لعیا بهتر شده بود با یه ظرف میوه و شیرینی رفتم تو اتاقش و دوستانه کنارش نشستم و شروع کردم به حرف زدن. لعیا عاشق کشیدن نقاشی بود و دور تا دور اتاقش پر بود از نقاشی‌های ریز و درشتی که خودش کشیده بود. وقتی من وارد اتاقش شدم در حال نقاشی کشیدن بود. با مهربونی دستم و رو موهاش کشیدم و گفتم چی کار میکنی مادر؟ لعیا با ذوق به نقاشی اشاره کرد و گفت مگه نمیبینی دارم نقاشی میکنم؟ ببین چقدر خوشگل شده. خندیدم و گفتم آفرین دخترم و سرشو بوسیدم. آه بلندی کشید و گفت چقدر خوبه که تو رو دارم مامان، راضیه. نمیدونم چرا دقیقاً وقتی این حرف از دهن لعیا بیرون اومد شروع کردم به حرف زدن. خندیدم و گفتم دلم میخواد حالا که بزرگ شدی همه چیزو بفهمی. حقیقتش اینه که من میدونم بابای واقعی تو کیه، اما دلم نمیخواست بهت بگم. لعیا وقتی این حرفو شنید مثل فنر از جاش پرید و به هم زل زد و گفت مامان تو رو خدا راستشو بگو، تو میدونی بابام کیه؟ زنده است؟ گفتم آره میدونم، ولی باید به هم قول بدی هیچ کدوم از حرفایی که بین من و تو میگذره رو به امیر نگی، باشه؟ لعیا که انگار دیگه اصلا طاقت نداشت صبر کنه دستامو تو دستش فشار داد و گفت به خدا هیچی بهش نمیگم، فقط به هم بگو بابام کیه. سرمو پایین انداختم و گفتم حسنو میشناسی لعیا؟ با ممن گفت کدوم حسن؟ گفتم همون که پاهاش مشکل داره، همون که خودشو از همه قایم میکنه. لعیا با تعجب نگام کرد و گفت آره یادمه، اتفاقا وقتی بچه بودم با بچه‌های روستا بازی می‌کردیم، یکی از بچه‌ها منو هل داد و خوردم زمین و همه جام درد می‌کرد. گفته شده بود زدم زیر گریه. بچه‌ها هم به جای اینکه کمکم کنن دورم کرده بودن و بهم می‌خندیدن. همون موقع حسن با همون پای شلش از راه رسید و با عصبانیت بچه‌ها رو از دور بر من دور کرد و گفت به جای اینکه کمکش کنید دارید بهش میخندید.
بعدم عصای چوبیشو به سمتم گرفت و گفت اینو بگیر و بلند شد دختر جون. منم خوشحال شدم یکی هوامو داشته. از جا بلند شدم و ازش تشکر کردم. اما اون بدون این که بهم جواب بده پشتشو کرد و رفت. آدم عجیبی به نظر می اومد. من همون یه بار دیدمش. از مامانم پرسیدم این مرد کی بود که مامانم بهم گفت اسمش حسن و خودشم به خاطر مشکل پاش همیشه مورد تمسخر مردم بوده. به خاطر همین اصلا از خونه بیرون نمیاد. با تعجب گفتم پس چطور الان بیرون از خونه بود؟ مامان خندید و گفت به خاطر اینکه شما نزدیک خونه اون بودید. حتما صداتون رو شنیده که اومده بیرون. لعیا با چشای متعجب نگام کرد و گفت اون لحظه خیلی حسن به دلم نشست. احساس کردم آدم خیلی خوبیه. دستم رو سرش کشیدم و گفتم آدم ها ممکنه اشتباه کنن حتی اگه خیلی خوب باشن. حسنم اشتباه کرد چون هیچ کس باهاش ازدواج نمی کرد و همه مسخرش می کردن. تنها بود و یه بار که مامانت رفته بود لب چشمه لباساشو بشوره حسن اونو می بینه و همونجا به زور کاری میکنه که نباید بکنه. دیگه حرفمو ادامه ندادم. لعیا با چشای گریون نگام کرد و گفت یعنی مامانم مجبور شد این کارو بکنه؟ همش تو ذهنم خیال بافی می کردم که مامانم عاشق یکی بود و نتونسته بهش برسه. هیچ وقت فکر نمی کردم که حاصل یه رابطه اجباری بوده باشم. چشاش خیس اشک شده بود و زار زار گریه می کرد. می دونستم این دختر داره چه دردی می کشه. برای همین بغلش کردم و شروع کردم به ناز و نوازش کردن. اصلاً حالش خوب نبود. شنیدن این حرفا حسابی روح و روانشو به هم ریخته بود. همینطور که گریه می کرد به حسن فحش می داد، به مادرشم فحش می داد، به زمین و زمانم فحش می داد. ولی من سعی می کردم آرومش کنم و بهش می گفتم مادر بیچارت گناهی نداشته. خلاصه که اون روز لعیا خیلی گریه کرد و منم کنارش بودم و آرومش کردم. اما دیگه خیالم راحت بود که لعیا سراغ امیر نمیره و راجع به پدرش چیزی نمیپرسه. از لعیا قول گرفتم که راجع به این موضوع هیچی به امیر نگه و اونم قبول کرد. بعد از این اتفاق من میدیدم که لعیا چقدر نسبت به قبل تو درساش ضعیف شد و دیگه با انگیزه قبل درس نمیخونه. کم کم نقاشی کشیدنش هم کم شده بود و دیگه مثل سابق با عشق و علاقه نقاشی نمیکشید. بیشتر وقتا میخوابید و کمتر حرف میزد. داشتم نگرانش میشدم. احساس عذاب وجدان میکردم و خیلی ناراحتش بودم. میخواستم یه طوری کمکش کنم. امیرم که کلاً از ماجرا بیخبر بود. فقط میدید که دخترش خیلی به هم ریخته است. به شدت نگرانش بود، اما من اجازه نمیدادم امیر به لعیا نزدیک بشه و به بهونه این که خودم مراقبش هستم همیشه این دوتا پدر دختر رو از هم دور میکردم. بیشتر وقتا میرفتم تو اتاق لعیا و باهاش صحبت میکردم. یه بار بهم گفت همیشه احساس دین به تو و مخصوصا به امیر دارم. بهم میگفت شما میتونستید منو تو همون روستا ول کنید و بذارید پیش بابام بمونم که اگه این اتفاق میافتاد معلوم نبود چه بلایی سر من بیاد و الان من تو چه وضعیتی بودم. حتما اون مردی که بیشرف به خاطر راحتی خودش تو سن خیلی کم منو به یه کارگری شوهر میداد. حتما الان چند تا بچه قد و نیم قد داشتم. شما باعث شدید که من زندگیم عوض بشه و خلاصه مدام از من تشکر میکرد و احساس میکرد که به ما مدیونه. در حالی که تو دلم میدونستم جریان چیه و میدونستم چه بلایی سر این دختر اومده
اما سکوت کردم و هیچی بهش نگفتم. بالاخره لعیا 19 ساله شد و با اینکه امیر خیلی دوست داشت دخترش درس بخونه، اما لعیا تصمیم گرفت درس و کنار بذاره و بره دنبال کار. امیر کمکش کرد و براش یه مغازه کوچیک لوازم آرایشی زد. دیگه حسابی سرگرم بود و کمتر به زندگی گذشتش فکر میکرد، یا حداقل من اینطوری فکر میکردم. احسانم بزرگ شده بود و دانشگاه میرفت. پیمانم که از احسان سر به زیرتر و درس خونتر بود. حسابی درس میخوند تا بتونه تو رشته مورد علاقش، یعنی مهندسی عمران، قبول بشه. احسان یه اخلاق تند و تیزی داشت و با کوچکترین اتفاقی عصبانی میشد و داد و قال را مینداخت. این اخلاقش به برادرای من رفته بود. خداییش بخوام بگم امیر آدم خیلی آروم و متینی بود و کم پیش می اومد عصبانی بشه یا سر و صدا کنه و تصمیمای عجولانه و اشتباه بگیره. برای همین با احسان همیشه مشکل داشت و با هم بحث و جدل داشتن. احسانم که زیر بار نمی رفت، همیشه هر کاری دلش میخواست انجام میداد. دانشگاهم رشته حسابداری قبول شده بود. اونم دانشگاه آزاد، یه شهر خیلی کوچیک. حالا بماند که برای دانشگاه رفتنش چقدر اذیتمون میکرد. هر روز به بهونه‌های مختلف دانشگاه رو میپیچوند و نمیرفت. تنها کسی که احسان ازش حرف شنوی داشت خواهرش بود. به طرز شگفت انگیزی لعیا روی برادرش تسلط داشت و هر چیزی که اون میگفت ردخور نداشت و احسان قبول میکرد. این قضیه هم باعث خوشحالی من بود، هم امیر، به خاطر اینکه هر وقت هر کاری با احسان داشتیم و به حرفامون گوش نمیداد، لعیا رو مینداختیم جلو و اون کار رو تموم میکرد. احسان سال دوم دانشگاه بود و برای دانشگاه رفتن خیلی اذیت میکرد. یه شب وقتی همه خواب بودن رفتم پیش لعیا و گریه‌زاری کردم و گفتم تو رو خدا لعیا، با داداشت حرف بزن، بهش بگو که آیندهش به این دانشگاه رفتنش بستگی داره. هر جوریه راضیش کن که انقدر از دانشگاه فراری نباشه. لعیا یکم فکر کرد و گفت باشه، من باهاش حرف میزنم. فردای همون روز صبح خیلی زود بیدار شدم و دیدم لعیا رفته پیش احسان. نمیدونم با هم چه حرفایی زدن، اما بعدش لباس پوشیدن و رفتم بیرون. موقعی که میخواستم برم لعیا چشمکی به هم زد و من فهمیدم که داره کارشو انجام میده. اون روز تا غروب از احسان و لعیا خبری نشد. دل تو دلم نبود و با خودم میگفتم خدا کنه بتونه احسان رو راضی کنه، تا اینکه بالاخره دم غروب سر و کله بچه ها پیدا شد. احسان خنده پت و پهنی رو لباش نشسته بود و لعیا هم خوشحال بود. بدو رفتم استقبالشون و گفتم شام حاضره. بچه ها خندیدن و گفتن ما شام خوردیم. بعدش لعیا اومد پیش من و آروم تو گوشم گفت خیالت راحت مامان، راضیش کردم. اینطوری که من باهاش حرف زدم دیگه محال دانشگاه رو ول کنه. صورت قشنگش رو ماچ کردم و گفتم الهی قربونت برم. و بعد از اون واقعا دیگه احسان لااقل برای دانشگاه رفتن اذیتمون نمی کرد. پیمان دانشگاهشو قبول شد، درسشو میخوند و زندگیشو میکرد و راه خودشو میرفت. لعیا هم چسبیده بود به مغازش و اونقدر خوش اخلاق و خوش برخورد بود که کلی مشتری جمع کرده بود و خدا رو شکر چرخ مغازه براش میچرخید. خیلی خوشحال بود. همیشه دلش میخواست فروشنده باشه و هیچ وقت از این که درس و ول کرده و کار میکنه پشیمون نبود. بهش یاد داده بودم که هر چی کار میکنه طلا بخره و اونم حرف منو گوش داده بود. تا میتونست طلا میخرید و پسنداز میکرد. اما همچنان با احسان مشکلات عجیب غریب جدیدی پیدا کرده بودیم. احسان به هیچ عنوان حاضر نشده بود که بره خوابگاه
برای همین یه خونه مجردی گرفته بود. بعد از یه مدتی یه عالم خوراکی برای احسان درست کردم و راه افتادم تا خونش رو از نزدیک ببینم و البته با رفتنم خوشحالش کنم. دوست داشتم با لعیا و امیر برم، اما اونا گفتن ما نمیتونیم بیایم. هر دوشون کار داشتن. برای همین دیگه منتظرشون نموندم و با وجود اصرارای امیر راهی شهری شدم که پسرم درس میخوند. به محض اینکه رسیدم به سمت خونش رفتم. خونه احسان رو قبلا دیده بودم. موقع قولنامش من و امیر اونجا بودیم. یه خونه حیاطدار نقلی بود که باغچه کوچیکی داشت و خیلی قشنگ بود. در زدم اما کسی در رو باز نکرد. ساعت 12 ظهر بود. دوباره در زدم. چند دقیقه منتظر شدم تا اینکه در باز شد. یه پسر قد بلند سبزه رو که معلوم بود تازه از خواب بیدار شده و داشت چشاشو میمالید روبروم قرار گرفت و با تعجب پرسید با کی کار دارید؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم تو خونه پسر من چی کار میکنی؟ با شنیدن حرفم چشاش گرد شد و نگام کرد و گفت شما مادر احسانید؟ گفتم بلی، شما؟ با تته پته گفت من رضام، دوست احسان. دیشب پیشش بودم. الانم احسان نیستش، رفته کلاس. شما برید 2 ساعت دیگه بیایید. با عصبانیت نگاش کردم و گفتم داری میگی حق ندارم بیام خونه پسرم؟ این همه راه کوبیدم اومدم تا اینجا، حالا برم 2 ساعت دیگه بیام؟ برو کنار، من بیام داخل. هلش دادم و رفتم تو. اما به محض اینکه پامو تو حیاط گذاشتم از تعجب چشام گرد شد. دیگه هیچ خبری از اون باغچه قشنگ و جذاب نبود. تمام گلای باغچه خشک شده بودن. خونه به طرز وحشتناکی کثیف بود و انگار خاک مرده پاشیده بودن. همین که پامو داخل حال گذاشتم چشم به صحنه افتاد که نزدیک بود بیهوش بشم. چند تا دختر و پسر که همه لباسای ناجور تنشون بود دور هم دراز کشیده بودن و دور تا دورشون پر از پوست چیپس و پفک و آب میوه و خوراکی بود. بوی گند الکلی که خورده بودن همه فضا رو پر کرده بود. یه دفعه چشمم به احسان افتاد که کنار یه دختر دراز کشیده. اونقدر عصبانی شده بودم که نمیدونستم چطوری باید رو پاهم وایسم. جیغ زدم و گفتم احسان اینجا چه خبره؟ همون موقع بود که همشون از خواب پریدن. احسان با وحشت به سمت من اومد و گفت مامان اینجا چی کار میکنی؟ داد زدم خیلی سرم اومده بودم تا برات خورد و خوراکی چیزی بیارم. اومده بودم بهت سر بزنم. میخواستم خوشحالت کنم. فکر نمی کردم با این وضعیت مواجه بشم. اومدی اینجا درس بخونی یا اومدی عیاشی کنی؟ جیغ می زدم و گریه می کردم و هوار می کشیدم. دختر پسرها که از ترس من نمی دونستن چه کار کنن هول شده بودن و تون مشغول ترتمیز کردن و جمع کردن خونه شدن. بعدم بدون حرف زدن از خونه بیرون رفتن. تو تمام اون مدت یه گوشه نشسته بودم و داشتم فکر می کردم چی شد که نتونستم احسانو درست تربیت کنم. وقتی از احسان پرسیدم که این چه اوضاع و احوالیه، احسان زد به داد و بیداد و گفت تو شهری غریبم، تنهام، حوصله‌ام سر میره. توقع داری چی کار کنم؟ تنها بشینم در و دیوار رو نگاه کنم؟ دلم میخواد دور همی بگیرم، مثل بقیه جوونا عشق و حال کنم، کیف کنم. از لابلای حرفای احسان فهمیدم هر شب با دوستاش برنامه میچینی و دور هم هر جور خلافی که فکر کنی انجام میدن. دختر میارن تو خونه و 1000 تا کثافتکاری دیگه. حالم خیلی بد شد، اما یه هفته پیش احسان موندم و تو اون مدت اجازه ندادم کسی بیاد پیشش. یعنی احسان به خاطر حضور من کسی رو تو خونه نمی آورد. دیگه امیر کلافه شده بود و مدام زنگ می زد چرا بر نمی گردی؟ از یه طرفم نمی خواستم احسان رو ول کنم،
از طرف دیگه جرأت نداشتم به امیر چیزی بگم، چون اگه امیر قضیه رو میفهمید حسابی قاطی میکرد و تازه همه کاسه کوزه ها رو سر من میشکوند و میگفت نباید میذاشتی احسان اینقدر به خونه مامان تینا رفت و آمد کنه و با داداشات یکی بشه که خلق و خوی اونا رو بگیره. البته خوب یه جورایی هم حق داشت. خلاصه که وقتی رفتن شد و من باید هر جوری بود یه کاری میکردم تا احسان دست از این کارش برداره. برای همین دوباره تصمیم گرفتم با لیا حرف بزنم. برگشتم خونه و همه چیزو برای لیا تعریف کردم. لیا وقتی شنید احسان به جای درس خوندن عادت کرده به عیاشی کردن خیلی ناراحت شد و گفت ببین مامان، من واقعا نمیدونم باید با احسان چی کار کنم. بارها باهاش حرف زدم. هیچ وقت از احسان حرف زشتی ندیدم. باورم نمیشه این کارا رو کرده باشه، ولی بازم سعی میکنم باهاش صحبت کنم. خلاصه که تصمیم بر این شد که لیا مغازه رو بسپره دست من و چند روزی رو بره پیش برادرش تا بلکه بتونه باهاش صحبت کنه و ببینه دردش چیه. لیا راهی شد و رفت پیش برادرش. امیر خوشحال بود که لیا و احسان اینقدر به هم نزدیکن و میتونن اینطوری کنار هم خوشحال باشن. برای همین به لیا گفت خیالت راحت، مامانتم کار داشت، خودم اسرا میرم مغازه رو باز میکنم و نمیذارم مشکلی پیش بیاد. لیا 4 روز پیش احسان موند و وقتی برگشت گفت مامان ببین من متوجه شدم که احسان تنهایی آزارش میده. برخلاف ظاهر حرف گوش نکن و کل شقیش احسان خیلی احساساتی و دوری از ما و تنهایی داره دیوونش میکنه. باید یه کاری کنیم، اگه بشه منتقلش کنن دانشگاه همینجا. از اون روز کار من و امیر در اومد. همه جا رو زیر و رو کردیم تا بتونیم یه کاری کنیم احسان رو برگردونیم شهر خودمون. اما به هیچ عنوان موفق نشدیم. هیچ راهی نبود. دانشگاه شهر ما سطح علمیش خیلی بالاتر از شهری بود که احسان قبول شده بود و با توجه به این که نمرات احسانم اصلا خوب نبود و حتی مشروطی هم تو ترماش داشت هیچ جور قبولش نمی کردن. برای همین خیلی ناراحت و پکر بودیم. لیا پیشنهاد جالبی داد. گفت بهترین کار اینه که احسان رو تنها نذاریم و هر هفته یکیمون بریم پیشش بمونیم. کار آسونی نبود. درست فاصله شهری که دانشگاه احسان بود 4 ساعت بیشتر با ما فاصله نداشت، اما همین 4 ساعت هم رفت و آمدش سخت بود. بالاخره هممون کار و زندگی داشتیم ولی راهی وجود نداشت. من قبول کردم که این کار رو انجام بدیم. هفته اول خودم رفتم پیشش و بعدم امیر رو مجبور کردم بره پیشش. برای امیر همه چیزو توضیح داده بودم، اما سربسته گفته بودم بهتر تنهاش نذاریم. هفته بعدشم لیا رفت و خلاصه اینطوری شد که مدام در حال رفت و آمد بودیم. نمیگم همه چیز درست شده بود. احسان بازم یه کارایی میکرد که باعث ناراحتی بشه، اما دیگه نمیتونست مثل وقتایی که تنها بود هر کاری دلش میخواد بکنه و همین برای من کافی بود. یه مدت از رفت و آمدمون گذشته بود که من دیگه خسته شدم. با اینکه میدونستم برای لیا رفت و آمد سخت‌تر از منی و مجبور کارشو ول کنه، اونقدر مثل همیشه با سیاست و مهربانانه باهاش رفتار کردم که دلش نیومد بهم نبگه و دیگه بیشتر وقتا لیا به جای من میرفت و میومد. دختر بیچاره خیلی خسته میشد. وقتی میومد مثل جسد میافتاد، اما همین اندازه که کارمون را مینداخت برام کافی بود. توی این رفت و آمدا متوجه شده بودم که احسان با دختری به اسم نازگل دوسته. وقتی قضیه رو به من گفت و من فهمیدم که احسان قصد ازدواج با این دختره رو داره، حسابی به هم ریختم، چون که به هیچ عنوان از احسان چیزی راجع به دختری نشنیده بودم. بالاخره نمیشد که بدون تحقیق اجازه میدادم احسان با کسی در ارتباط باشه.
برای همین دوباره از لعیا خواهش کردم یه کاری کنه راجع به دختر تحقیق کنه. لعیا هم از جون و دل مایه گذاشت. لعیا شروع کرد به تحقیق کردن. این بار بیشتر از همیشه پیش احسان و به بهونه اینکه دلش تنگ شده برنگشت تا بتونه حسابی در مورد نازگل تحقیق کنه. لعیا نازگل رو تعقیب کرده بود تا ببینه کجا میره کجا میاد و در نهایت هم فهمیده بود که نازگل دختر خوبی نیست و خانواده خوبی هم نداره. پدرش اعتیاد داشت و مادرش هم حرفای خوبی پشت سرش زده نمیشد و تو محل بدنام بود. وقتی قضیه رو فهمیدم داشتم دیوونه می شدم. سردرد گرفته بودم و حالم بد بود. از طرفی می ترسیدم زورم به احسان نرسه. احسان آدمی نبود که اگه بخواد کاریو انجام بده کسی جلودارش باشه. خدا می کردم ارتباط احسان و نازگل ارتباط گذری باشه و لعیا این بار اشتباه کرده باشه و احسان تصمیمش با این دختر جدی نباشه و فقط قصد یه رابطه زودگذر رو داشته باشه. اما لعیا به هم می گفت من مطمئنم که احسان دنبال ازدواج با نازگله. این قضیه خیلی اذیتم می کرد. تصمیم گرفتم یه فکری بکنم. اما بدبختی اینجا بود که احسان حتی درباره این دختر با من حرفم نزده بود که بخوام نظری بدم. تنها کسی که از ماجرای احسان و نازگل خبر داشت لعیا بود. این شد که با لعیا صحبت کردم و بهش گفتم هر جوریه باید یه کاری بکنیم تا احسان از نازگل دور بشه. لعیا گیج و منگ شده بود و نمیدونست منظور من چیه. من یه نقشه خیلی خوب کشیده بودم اما تنها کسی که میتونست اجراش کنه لعیا بود. میدونستم که احسان پسر با غیرتی و محال ممکنه با دختری تو رابطه بمونه که اون دختر دست از با خطا کرده باشه یا اونو با یه مرد غریبه دیده باشه. برای همین تصمیم گرفتم یه پسر رو سر راه نازگل قرار بدم و یه برنامه بچینم که لعیام احسانو ببره همونجا. این فکر خام به سرم زده بود ولی نمیدونستم باید چطوری انجامش بدم. وقتی جریانو به لعیا گفتم حسابی جا خورد و گفت مامان تو رو خدا دست بردار، آخه چطوری این کارو بکنیم؟ اصلا کار درستی هم نیست. اما من پامو کرده بودم توی کفش که هیچ راهی وجود نداره و ما باید دست این دختر رو کنیم. لعیا خیلی منو دوست داشت و دلش نمیخواست رو حرف من حرفی بزنی. برای همین بهم گفت هرچی شما بگید انجام میدم. کار آسونی نبود اما به کمک برادرم به یه پسر پول دادم تا سر راه نازگل قرار بگیره و هر جوریه باهاش دوست بشه و بهش نزدیک بشه. لعیا همش گریه‌زاری میکرد و میگفت مامان به خدا میترسم از عاقبت این کار. خیلی وحشت دارم چون احسان خیلی نازگل رو دوست داره. حتی لعیا به هم میگفت مامان اگه میشه چشم رو همه چیز ببند و بذار این دوتا به هم برسن. اما من تصمیمم رو گرفته بودم. امکان نداشت اجازه بدم همچین دختری وارد خانوادمون بشه. اون پسر اسمش محمد رضا بود. پسر فوق‌العاده زرنگی بود و بالاخره تونست قاب نازگل رو بدزد و باهاش دوست بشه. در نهایت هم یه روز با هزینه من یه خونه اجاره کرد و نازگل رو برد پیش خودش تا با هم باشن. از قبل با لعیا هماهنگ کرده بودم که دست احسانو بگیر و را بیفته بره سمت خونه‌ای که محمد رضا اجاره کرده بود. محمد رضا از قبل با من هماهنگ کرده بود که خونه‌ای بگیره که نزدیک یه پارک بزرگ باشه. اون شب لعیا به بهونه این که دلش میخواد بره هواخوری احسانو از خونه بیرون میکشونه و با هم میرن توی پارک. نزدیک پارک بودم که یه دفعه احسان چشمش به محمد رضا و نازگل میفته که با هم دارن وارد خونه میشن. عصبانی میشه و به سمتشون میره. یقه محمد رضا و میگیره و کتک کاری میکنن. این وسط لعیا و نازگل جیغ میزنن و کمک میخوان.
بالاخره جداشون کردن و احسان به خاطر همین اتفاق برای همیشه قید نازگلو میزنه. خوب یادمه وقتی این اتفاق افتاد تا چند روز لعیا برنگشت خونه و وقتی هم اومد احسانو با خودش آورده بود. با اینکه موقع امتحانای احسان بود کلاً احسان همه چیزو ول کرده بود و همراه لعیا اومده بود. از اونجا که احسان خیال میکرد من هیچی از ماجرای نازگل نمیدونم برای همین مثل همیشه سکوت کرد و فقط با ناراحتی رفت تو اتاقش و در و بست. اما لعیا اومد پیشم و شروع کرد با گریه و زاری قضیه رو تعریف کردن. گریه کنون برام تعریف کرد که وقتی احسان اون دوتا رو با هم دید دیوونه شد. احساس میکردم دیگه نمیشناسمش. صورتش قرمز شده بود و گریه میکرد. بعد از اینکه حسابی محمد رضا رو کتک زد به زور آوردمش خونه. از اون طرف هم نازگل گریه زاری میکرد و میگفت احسان من عاشقتم، به خدا اشتباه کردم، این پسره هیچ ارتباطی با من نداره. اما محمد رضا سینه سپر کرده بود و به احسان میگفت این دختره نامزدمه، چی میگی؟ در نهایت هم احسان با حال و زار پریشون اومد خونه و تا صبح برای من حرف زد و گریه کرد و از عشق و عاشقیش با نازگل تعریف کرد. بغض گلوی لعیا رو بدجوری گرفته بود. با تردید نگام کرد و گفت مامان مطمئنی کار درستی کردیم؟ انگار این دوتا خیلی خیلی عاشق هم بودن. من اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. نمیدونم چی درسته چی غلط. با عصبانیت بهش سر زدم و گفتم لعیا مگه دیوونه شدی؟ برادر تو زندگیش برات مهمه یا یه عشق و عاشقی احمقانه؟ خودت هم خوب میدونی که نازگل خانواده درست درمونی نداشت. مطمئن باش که هیچ وقت داداشت با این آدم خوشبخت نمیشد. لعیا سرشو پایین انداخت و گفت اما احساس میکنم کار خوبی با این دوتا نکردیم. بعدم گذاشت و از پیش من رفت. تا چند روز لعیا و احسان همش پیش هم بودن و با هم پچ میکردن. منم میدونستم جریان چیه. برای همین اصلا بهشون گیر نمیدادم. دلم میخواست احسان هر چه زودتر حالش خوب بشه و میدونستم دوای دردش فقط و فقط لعیاست. بیچاره لعیا که به خاطر احسان کار و زندگیشو ول کرده بود و تموم فکر و ذکرش شده بود احسان. از طرفی من برای اینکه مطمئن بشم احسان دست از سر نازگل بر می داره با محمد رضا هماهنگ کردم که به احسان زنگ بزنه و بهش بگه خیلی وقت با نازگل دوسته و الانم میخوان با هم ازدواج کنن. احسان پسر مغروری بود و مطمئن بودم هیچی براش مهمتر از این نیست که همسر آیندهش با نجابت باشه. برای همین خیلی زود کارم به سرانجام رسید و از طریق لعیا متوجه شدم که احسان برای همیشه قید نازگل زده. اما این وسط احسان حالش به شدت بد بود و لعیام برای این که بتونه به احسان کمک کنه تصمیم گرفته بود تابستون که احسان تو خونه است اونو با خودش ببره سر کار. اولش احسان مقاومت میکرد و میگفت من محال ممکنه که بیام تو مغازه لوازم آرایشی کار کنم. اما اونقدر لعیا بهش اصرار کرد که بالاخره راضی شد. تموم تابستون از صبح تا شب لعیا و احسان میرفتم مغازه و من میدیدم که احسان روز به روز حالش بهتر میشه. از لعیا خیلی خیلی ممنون بودم چون که زندگی پسرمو نجات داده بود. چه زمانی که نازگل از زندگیش بیرون کرد و چه زمانی که داشت به احسان کمک میکرد تا از افسردگی نجات پیدا کنه. 1-2 سالی از این جریانات میگذشت و 1-2 تا خواستگار برای لعیا پیدا شد. اما لعیا به هیچ عنوان حاضر نبود ازدواج کنه. هرچی بهش میگفتم تو که دیگه درس نمیخونی، حداقل ازدواج کن. آخرش که چی؟ باید ازدواج کنی و بری سر خونه زندگیت. اما لعیا مدام بهونه می آورد و می گفت اگه بخوام ازدواج کنم چطور برای شوهرم توضیح بدم که من حاصل ارتباط نامشروعم و پدر مادرم چه آدمایین؟
اولین باری که این حرفو زد خندیدم و گفتم دختر مگه تو دیوونه شدی؟ لازم نیست برای کسی چیزی رو توضیح بدی. پدر تو امیره، مادرت هم منم. در نهایت هم چون شناسنامت رو میبینه میتونیم بگیم مادرت همسر امیر بوده. وقتی اینو بهش گفتم لبخند قشنگی رو لباش نشست و گفت واقعا باورم نمیشه که خدا نعمت بزرگی مثل شما بهم داده. یعنی شما حاضری جلوی بقیه ادعا کنی شوهرت یه زنی غیر از شما داشته؟ فقط به خاطر اینکه زندگی من خوب باشه و خوشبخت بشم؟ با عشق نگاش کردم و دستشو گرفتم و گفتم معلومه که حاضرم، تو دختر منی. با دختر خودم هیچ فرقی برام نداری و حاضرم جونمم فدات کنم. اما لعیا مدام بهونه می آورد و می گفت فعلا کسی رو پیدا نکردم که عاشقش بشم. همیشه از عشق حرف می زد و می گفت دلم می خواد با عشق زندگی کنم. حقیقتش نمی خواستم اذیتش کنم یا بهش فشار بیارم. برای همین دیگه بهش اصرار نکردم. این وسط احسانم درسش تموم شده بود و دنبال کار می گشت که لعیا بهش پیشنهاد داد بیا فروشگاه رو بزرگتر کنیم و یه قسمت رو هم به لباسای مردونه اختصاص بدیم و تو وایسا اونجا کار کن. پیشنهاد خیلی خوبی بود، اما احسان بازم مغرور بازی در آورد و می گفت دلم نمیخواد تو مغازه کوچیک کار کنم. امیرم که دید احسان خیلی کنار لعیا حالش خوبه، یه شب بچه‌ها رو صدا زد و گفت همین فردا برید یه فروشگاه بزرگ پیدا کنید و دوتایی مشغول کار بشید. منم فروشگاه رو براتون میخرم. هم من، هم احسان، هم لعیا هممون از شنیدن این خبر خوشحال شدیم و خلاصه از فردای اون روز لعیا و احسان افتادن دنبال خرید فروشگاه. بالاخره هم یه مغازه 2 دهنه بزرگ پیدا کردن که بر خیابون اصلی بود و کارشون رو راه انداختن. یه قسمت لباسای زنونه و بچگونه، یه قسمت هم مردونه و یه قسمت هم لوازم آرایشی میفروختن. خیلی زود کاروبارشون گرفت و سکه شد. این وسط پیمانم درسش رو تموم کرده بود و مشغول کار بود. سر ساختمونا میرفت و مهندس ناظر شده بود و اونقدر سرش گرم کار و زندگی شده بود که اصلاً تو خونه نمیدیدمش. از نظر مالی هم خیلی پیشرفت کرده بود. تونست خونه، ماشین و خیلی چیزای دیگه بخره و حتی با چند تا سازنده خیلی قدر همکار شده بود و با هم ساختمون می ساختن و می فروختن. خیلی خوشحال بودم که رویاهام داره به حقیقت می پیونده. بچه هم همشون سر به زندگی گذاشته بودن و از نظر مالی خیلی پیشرفت کرده بودن. ولی یه مشکل بزرگ داشتیم. هیچ کدومشون حاضر نبودن ازدواج کنن. احسان که دیگه اعتمادشو به همه دخترها از دست داده بود و انگار از همه دخترها فراری بود. لعیا هم به دلایل نامعلومی همه خواستگاراشو رد می کرد. فقط مونده بود پیمان که اونم هیچ وقت خونه نبود تا در مورد این موضوع باهاش حرف بزنم. تا اینکه یه شب حدود ساعتهای 2-3 نصف شب بود که پیمان خسته و کوفته از بیرون اومد. هنوز بیدار بودم و داشتم آشپزخونه رو تمیز می کردم. به محض اینکه چشم بهش افتاد خندیدم و گفتم به به آقای مهندس خوش اومدی. قدم رنجه کردین. بالاخره به کلبه درویشی پدر مادرت سری زدی. خندید و گفت مامان این چه حرفیه میزنی؟ اینجا برای من قصر پادشاهیه. بعدم جلو اومد و سرمو بوسید و گفت مامان جون خیلی دوستت دارم. خندیدم و گفتم اگه دوستم داشتی یه فکری به حال زندگیت میکردی، نه اینکه مثل لعیا و احسان برای خودت ول بچرخی. والا دیگه از دست شما 3 دیوونه شدم. به هر کدومتون میگم ازدواج کنید جواب سربالا میدید. پیمان خنده موزیانه‌ای کرد و بعدم سرشو بالا آورد و گفت تا حالا با من درباره این موضوع حرف زدی که از جانب من داری جواب میدی؟ ذوق زده نگاش کردم و گفتم نکنه کسی رو زیر نظر داری.
لبخندی زد و گفت آره. از اونجایی که پیمانو میشناختم و میدونستم پسر عاقل و کار درستیه، مطمئن بودم انتخابشم عاقلانه و درسته. از خوشحالی بشکن زدم و صورتشو بوسیدم و گفتم دورت بگردم مادر. الهی شکر که بالاخره یکیتون تصمیم گرفتید ازدواج کنید. حالا کی هست اون دختر خوشبخت که قراره خانوم خونت بشه؟ پیمان چند ثانیه‌ای ممن کرد و گفت غریبه نیست مامان. مطمئنم تو هم بشنوی انتخابم کیه خوشحال میشی. خندیدم و گفتم معلومه که خوشحال میشم. همیشه پسر عاقلی بودی و برخلاف احسان که همیشه برام درد سرساز بوده فقط برام شادی و خوشحالی آوردی. حالا منتظرم ببینم عروسم کیه. پیمان سرشو پایین انداخت و با خوشحالی گفت لعیا. با شنیدن اسم لعیا دنیا دور سرم چرخید. با تعجب بهش سر زدم و گفتم دیوونه شدی؟ میخوای با خواهر خودت ازدواج کنی؟ پیمان با تعجب نگام کرد و گفت این چه حرفیه مامان؟ هممون میدونیم که لعیا خواهر واقعی ما نیست. اون لحظه احساس کردم وسط بزرگترین بدبختی زندگیمم. از یه طرف لعیا بود که هیچ حرفی از دوست داشتن پیمان به من نزده بود. از طرفی هم پیمان بود که انگار همه کاراشو انجام داده بود تا هر جور شده به لعیا برسه. از طرف دیگه هم حسن بود که انگار این دوتا بچه نادون میخواستن برن سراغش و به قول خودش با آزمایش مشخص کنن که پدر واقعی لعیا هست یا نه. تو اون لحظه به این فکر کردم که حسنی که از همه جا بیخبر و حتی روحش هم خبر نداره که من چه دروغی به لعیا گفتم، اگه جریانو بفهمه چی میشه؟ از اون بدتر اگه امیر میفهمید همچین دروغ بزرگی به دخترش گفتم چی؟ قلبم به تپش افتاده بود. سرم سنگین شده بود و زبونم بند اومده بود. طرف حساب من پیمان بود و یه آدم درست حسابی، یه بچه با فکر و با شعور که محال بود بتونم حیله‌ای سوار کنم یا کاری کنم جلوشو بگیرم. حالا اگه طرف حسابم احسان بود میتونستم یه کاریش بکنم، اما پیمان آدمی نبود که بتونم با دوز و کلک از تصمیمی که داره دورش کنم. لبخند سردی به لبام نشست و گفتم آخه پسرم، مردم چی میگن؟ تو سالهای سال لعیا رو به جای خواهر خودت معرفی کردی. حالا میخوای به مردم بگی میخوام با خواهرم ازدواج کنم؟ پیمان همینطور که آروم نگام میکرد خندید و گفت باور کن مادر، من به همه این چیزا فکر کردم. من که حرف مردم برام هیچ اهمیتی نداره، اما اگه لازم باشه به خاطر اینکه تو جلوی مردم خجالت نکشی از ایران میرم. لعیا رو بر میدارم و میرم اون سر دنیا، جایی که هیچ کس ما رو نبینه. اینطوری خوبه دیگه. به حدی شوکه شده بودم که مغزم کار نمی کرد و نمیدونستم باید چه واکنشی نشون بدم. سرمو تکون دادم و گفتم نمیدونم، باید با بابات حرف بزنم. پیمان خوشحال به سمتم اومد و گفت میدونستم بهم نه نمیگی. صورتمو بوسید و رفت. پیمان رفت و من وحشت زده به پشت سرم چشم دوختم. این دیگه چه مصیبتی بود که نصیب من شده بود. مطمئن بودم اگه امیر جریانو بفهمه حسابی قاطی میکنه و حتما حقیقتو به بچه ها میگه. با عصبانیت داد زدم آره، خواهر واقعیت نیست، اما تو شناسنامه پدراتون یکی‌ان، پس نمیتونید با هم ازدواج کنید. پیمان پوزخندی زد و گفت من فکر همه چیزو کردم. خیال کردی همینطوری یه حرفیو انداختم وسط و بهش فکر نکردم؟ با لعیا صحبت کردم. چند سالی که خبر داری من دوستش دارم. اونم مثل شما میگفت من خواهرتم و نمیتونیم با هم ازدواج کنیم. ولی وقتی بهش گفتم همه چیز راه و چاهی داره دیگه خیالش راحت شد. بهت زده بهش سر زدم و گفتم چی داری میگی؟ لعیا هم میدونه که تو دوستش داری؟ اون وقت اون راهکاری که تو ذهنت چیه؟
خندید و گفت لعیا به من گفته که پدر واقعیشو میشناسید و منم با 2-3 وکیل صحبت کردم. اگه بریم آزمایش بدیم و مشخص بشه که لعیا دختر واقعی بابا نیست و دختر کس دیگه، یه سری راهکارا وجود داره که خیلی راحت میشه با هم ازدواج کنیم. اون لحظه احساس میکردم وسط بزرگترین بدبختی زندگیمم. از یه طرف لعیا بود که هیچ حرفی از دوست داشتن پیمان به من نزده بود، از طرفی هم پیمان بود که انگار همه کاراشو انجام داده بود تا هر جور شده به لعیا برسه. به حدی شوکه شده بودم که مغزم کار نمی کرد و نمیدونستم باید چه واکنشی نشون بدم. سرمو تکون دادم و گفتم نمیدونم، باید با بابا حرف بزنم. پیمان خوشحال به سمتم اومد و گفت میدونستم بهم نه نمیگی. صورتمو بوسید و رفت. پیمان رفت و من وحشت زده به پشت سرش چشم دوختم. این دیگه چه مصیبتی بود که نصیب من شد. مطمئن بودم که اگه امیر جریانو بفهمه حسابی قاطی میکنه و حقیقتو به بچه ها میگه. پس باید خودم یه کاری میکردم. ولی فکرم به جایی قد نمیداد. نمیتونستم کاری که با احسان کردم و با پیمان بکنم، چون که پیمان آدم ساده‌ای نبود و حتما پیگیری میکرد و نمیدونستم باید چطور قانعش کنم دست از سر لعیا برداره. بدتر از همه این که لعیا خودشم پیمانو دوست داشت و من حتی نمیدونستم رابطه پنهونیشون از کی شروع شده بود و تا کجا ادامه داشته. اما با شناختی که از پیمان و لعیا داشتم بعید میدونستم که خیلی به هم نزدیک شده باشن. یعنی آرزو داشتم که اینطوری باشه. حالم بد بود و هیچ فکری به ذهنم نمیرسید. پیمانم که همیشه دنبال کار بود و کمتر تو خونه پیداش میشد. بعد از اون اتفاقم مدام تو خونه نشسته بود و منتظر بود که من با باباش صحبت کنم. منم دست به سرش میکردم و میگفتم دارم باهاش حرف میزنم. 2-3 روزی اینطوری پیمانو سردوندم، ولی میدونستم بیشتر از این نمیشه پیمانو بازی داد. یه شب لعیا و احسان خسته و کوفته از سر کار برگشتن خونه. پیمانم بعد از اونا رسید. خوشحال بودم و میز غذا رو چیدم تا دور هم شام بخوریم. این اولین باری بود که پسرم و دخترم رو زیر نظر میگرفتم تا ببینم چه کارایی میکنن. زیر چشمی به پیمان و لعیا نگاه کردم. هر دوشون به طرز عاشقانه‌ای با هم رفتار میکردن. مثلا کافی بود لعیا بخواد یه چیزی از وسط سفره برداره. پیمان فوراً سینی رو طرفش میگرفت. از اون طرفم لعیا خیلی هوای پیمانو داشت. براش دوغ میریخت، ظرف خرما رو جلوی پیمان میذاشت، چون که پیمان خیلی خرما دوست داشت. با خودم گفتم چطور تموم این مدت متوجه رفتارای پیمان و لعیا نشده بودم. شایدم به خاطر اینکه فکر نمی کردم این خواهر و برادر بتونن عاشق هم بشن. تو چاهی افتاده بودم که خودم کنده بودمش. دروغ بزرگی که از اول کار به خورد بچه ها داده بودم حالا گریبانی خودم رو گرفته بود. اون شب بعد از شام فوراً پشت سر لعیا وارد اتاقش شدم. همین که رفتم تو اتاق لعیا با خوشحالی بهم زل زد و گفت چی شده مامان؟ چیزی میخوای؟ با عصبانیت به طرفش رفتم تا به خودش بیاد. سیلی محکمی که به صورتش زدم لعیا چنان شوکه شده بود که چند قدم به عقب برداشت و با دهن باز نگام کرد. حلقه اشکو تو چشاش می دیدم. بی توجه به اشکی که می ریخت انگشتم و بالا آوردم و گفتم دختری بی چشم رو، این چه کاری بود که کردی؟ حالا دیگه دور از چشم من میری با پیمان تیک و تاک میزنی؟ زد زیر گریه و سرشو پایین انداخت و گفت مامان، من و پیمان منظور بدی نداریم، عاشق هم شدیم. داد زدم غلط کردی که عاشق پیمان شدی. شما دوتا عین خواهر و برادر بزرگ شدید. چی باعث شد فکر کنید میتونید با هم ازدواج کنید؟ پوزخندی زدم و گفتم منو باش فکر میکردم احسان بیعقله،
اما انگار تو و پیمان روی اونم سفید کردید. چی تو سرتون میگذره که همچین نقشه احمقانه‌ای ریختید؟ لعیا اشک از چشاش جاری شد و رو زمین نشست و گفت تو رو خدا مامان این کارو با ما نکن. من و پیمان خیلی وقتی که همدیگر رو دوست داریم. من از وقتی که بچه بودم دلم میخواست با پیمان باشم. با عصبانیت گفتم دختره احمق، پیمان از تو کوچیک‌تره، جای برادرته، چطور میتونی اینطوری راجبش حرف بزنی؟ بعدم دیگه اجازه ندادم حرفش رو ادامه بده. با تحکم رو کردم بهش و گفتم دیگه برات توضیح نمیدم. این آخرین باره که ازت میخوام برای همیشه پیمانو ول کنی. خودت میری و بهش میگی که نمیخوای باهاش ازدواج کنی. بهش میگی از ازدواج باهاش پشیمون شدی. همینطور که گریه میکرد گفت چطور بعد از این همه سال ادعای عاشقی برم بهش بگم همه چیز دروغ بوده. شونه هامو بالا انداختم و گفتم چه میدونم. بهش بگو اشتباه کردی، بچگی کردی. عشق و عاشقی نبوده، علاقه خواهر به برادر بوده. بهش بگو یکی دیگر رو دوست داری، هر غلطی میخوای بکن، ولی این قائله رو ختم کن که بوی خوشی از این ماجرا به مشام نمیرسه. لعیا که مشخص بود اصلا دلش نمیخواد از پیمان جدا بشه، دستشو رو سرش گذاشت و شروع کرد به بلند بلند گریه کردن. نزدیکش رفتم بهش گفتم حواست باشه، پیمان نباید از حرفایی که بین من و تو گذشته بویی ببره، وگرنه من میدونم و تو. بعدم بی توجه به حال خرابش از اتاق بیرون زدم و با خودم فکر کردم که دیگه کار تموم شده. با شناختی که از لعیا داشتم مطمئن بودم دیگه کار تموم شده و امکان نداره کاری به کار پیمان داشته باشه. یکی دو روز از این ماجرا گذشت و من متوجه شدم که پیمان مثل سابق کمتر میاد خونه و لعیام بیشتر وقتا تو خونه بود. حسابی فکر و ذکرم مشغول بود و دلم میخواست از لعیا بپرسم چی کار کرده، اما ترجیح دادم خودش بیاد و قضیه رو برام تعریف کنه. اما لعیا هیچی بهم نمیگفت تا اینکه خودم رفتم پیشش و ازش پرسیدم با پیمان حرف زدی؟ لعیام آروم سرشو تکون داد و گفت همه چیزو حل کردم. خیالت راحت باشه مامان. دیگه خیالم راحت شد و تصمیم گرفتم زیاد ازشون پرسجو نکنم. 2-3 ماهی از این اتفاق گذشت و من دیگه خیالم راحت شده بود بین پیمان و لعیا هیچی نیست. تا اینکه یه روز وقتی بعد از چند ساعت خرید برگشتم خونه، لعیا رو دیدم که با چشای قرمز و موهای آشفته و صورت پریشون، یه مانتوی بلند و کهنه که من همیشه دم در آویزونش میکردم برای وقتایی که میخوام تو حیاط برم و سردمون نشه، تنش کرده و شال سیاه رنگی رو سرش انداخت و داره میدوه. با تعجب به سمتش رفتم و گفتم چی شده لعیا؟ با دیدن من انگار وحشی شد و به سمتم حمله ور شد و شروع کرد به جیغ و داد زدن و گفت زنی که یه افریته بزداد، چطور تونستی با زندگی من بیچاره بازی کنی؟ تو که دیدی من کسی رو ندارم، تو که دیدی چه روزگاری دارم، اینطوری منو بازی دادی؟ هیچ وقت نمیبخشمت، هیچ وقت. اونقدر حال لعیا بد بود که هیچ کلمه‌ای از دهنم بیرون نمی اومد. با آرامش گفتم چی شده مادر؟ جیغ زد و گفت به من نگو مادر، تو مادر من نیستی. و بعدم طوری منو هلاد که نقش زمین شدم. لعیا رفت و من مات و مبهوت رفتنش رو نگاه می کردم. بدو رفتم تو خونه تا ببینم چه خبره، اما هیچکی خونه نبود. پله ها رو 2 تا یکی کردم رفتم تو اتاق خودمون. امیر حالش بد بود، دستشو رو سینه‌اش گذاشته بود و روی زمین غلط می زد. تا دیدمش زدم زیر گریه و گفتم چی شده؟
امیر با دیدن من عصبانی شد و داد زد خدا از سر تقصیراتت نگذره که این بلا رو سر من و بچه هام آوردی. انقدر حالش بد بود و از درد به خودش میپیچید که حرفشو نشنیده گرفتم و سری به اورژانس زنگ زدم. خیلی زود امیر رو به بیمارستان رسوندیم. سکته قلبی کرده بود، ولی قبل از اینکه به بیمارستان برسیم چشاشو برای همیشه روی این زندگی بست. تموم صورتم خیس اشک بود و نمیدونستم باید چی کار کنم. باورم نمیشد امیر به همین راحتی از دنیا رفته. با خودم 1000 جور فکر و خیال کردم. گفتم نکنه این دم آخری امیر همه چیزو به لعیا گفته بود که لعیا اینطوری به هم ریخته و به من بد و بیرا میگفت. انقدر حالم بد بود که نمیتونستم به بچه ها خبر بدم. ولی بالاخره بچه ها خبردار شدن و خودشونو به بیمارستان رسوندن. هیچ کس به اندازه لعیا حالش بد نبود. وسط بیمارستان خودشو میزد و میگفت بابا من خیلی بهت احتیاج دارم. من تازه فهمیدم چقدر دوستت دارم. کجا رفتی؟ چرا تنهام گذاشتی؟ زجه های لعیا دل همه رو به درد آورده بود. همه به خاطر گریه های لعیا دلسوزی میکردن و میگفتن دختر بیچاره به خاطر مرگ پدرش حالش بده. پیمان و احسانم حالشون خیلی بد بود. به هر حال امیر رو به خاک سپردیم و تموم مراسم رو به بهترین شکل برگزار کردیم و در تموم این مدت لعیا حتی یک کلمه هم با من حرف نزد. نه با هم حرف زد، نه اجازه داد بهش دست بزنم. حتی وقتی سر قبر خودشون میزد و به خاطر باباش گریه میکرد رفتم تا در آغوشش بگیرم و آرومش کنم. اما جلوی چشم همه مردم منو هل داد و گفت از قصه بمیرم بهتر از این که تو بخوای بغلم کنی. وقتی برگشتیم خونه انگار تموم در و دیوار خونه بوی مرگ گرفته بود. هیچ کس با کسی حرف نمی زد. همه تو خودشون رفته بودن و انگار با مرگ امیر بقیه اعضای خانواده مرده بودن. حتی احسان و پیمانم با من حرف نمی زدن. درسته به اندازه لعیا عصبانی نبودن و به من فحاشی نمی کردن. انگاری اونا هم از چیزی ناراحت بودن. تا 40 امیر هیچ کس با کسی حرف نمی زد. هر کسی رفته بود برای خودش یکی رو پیدا کرده بود که پیشش آرامش داشته باشه و هیچ کس خونه نبود. لعیا که شبا توی مغازه می خوابید و احسان و پیمانم خونه نمی اومدن. من تو خونه تنها بودم و با خودم فکر می کردم چه بلایی سر خونوادم اومده. همه عمر تلاش کرده بودم خونوادم رو حفظ کنم و همه رو پیش هم نگه دارم، اما نمیدونم چرا اینطوری شده بود. مراسم 40 که تموم شد، وقتی بچه ها میخواستن از خونه برن دم در وایسادم و گفتم برگردید تو، باهاتون کار دارم. هیچ کدومشون دلشون نمیخواست با من هم کلام بشن، اما وقتی اصرار منو دیدن برگشتن تو. اولین کسی که با عصبانیت به سمتم برگشت احسان بود. با چشای غم گرفته نگام کرد و گفت تو باعث شدی بابا بمیره. از بس خودخواه بودی و دلت نمیخواست پیمان و لعیا به هم برسن. بعدم رو کرد به هم گفت دردت چی بود مامان ها؟ دردت این بود که لعیا بچه خودت و بابا نبوده؟ دردت این بود که بابای لعیا یه معلول روستایی بوده که هیچ کس بهش نگاه نمی کنه؟ نه، واقعا مشکلت چی بوده؟ با تعجب به احسان نگاه کردم و گفتم چی داری میگی؟ اینا چه ربطی به امیر داره؟ پیمان با عصبانیت نگاه کرد و گفت ربط داره چون که اون روز لعیا رفته بود با بابا حرف بزنه که راضیش کنه من و لعیا ازدواج کنیم. اما بابا بهش گفته به خاطر تو که راضی به این ازدواج نیستی به هیچ عنوان این کارو انجام نمیده. مامان،
لعیا به خاطر رسیدن به من با بابا بحثش شد و بابام دچار شوک شد و این بلا سرش اومده. از بس تو مخ بابا کردی لعیا جای دختر تو رابطش با پسرا فقط رابطه خواهر برادریه. بابا هم خیال میکرد راستی لعیا بچه‌شو براش سخت بود که اجازه بده دختر و پسرش با هم ازدواج کنن. انگشت پیمان به سمت من بود و من از عصبانیت نزدیک بود منفجر بشم. این که می دیدم هر دو تا پسرام انقدر طرفدار لعیا هستن که دارن منو متهم همه چیز می دونن. عصبانی شده بودم اما نمیدونستم چطوری باید آرومشون کنم. نمیخواستم حقیقت رو بهشون بگم، نمیشد که حقیقت رو بهشون گفت. حالا که دیگه امیرم از دنیا رفته بود دلیلی نداشت که من این دروغ چندین ساله رو کنم و تازه پیششون بدتر از اینی که هستم به نظر بیام. برای همین یه لحظه به ذهنم خطور کرد که اولین کاری که باید بکنم اینه که لعیا رو پیش بچه ها خراب کنم و تنها چیزی که اون لحظه به ذهنم رسید قضیه نازگل بود. سرم و بالا آوردم و با آرامش عجیبی به احسان زل زدم و گفتم بیچاره تو چقدر ابله و بدبختی که به خاطر این دختر داری با من دعوا میکنی. این دختر هیچ نسبتی باهات نداره. اگه خبر نداری خبردار شو که رابطت با نازگل رو همین دختر به هم زده. احسان با تعجب سرشو بالا آورد و به هم نگاه کرد و گفت تو نازگل رو از کجا میشناسی؟ خندیدم و گفتم میشناختمش به خاطر اینکه لعیا همه چیزو برام گفته بود. لعیا مدت‌ها این دختر رو تعقیب می‌کرد و راجع به خانواده‌اش خیلی چیزا به من گفته. البته وقتی اینا رو برام تعریف کرد که کار از کار گذشته بود و رابطه شما رو همه جوره خراب کرده بود. به هم گفت به یه پسر پول داده تا بیاد وسط رابطه شما و همه چیز به هم بریزه. وقتی این حرفا رو می زدم لعیا با چشای گشاد شده نگام می کرد. احسان با عصبانیت به سمت لعیا حمله ور شد و گفت من به تو اعتماد کرده بودم. چطور این کارو کردی؟ لعیا که از عصبانیت نمیتونست رو پا بند بشه با تته بته گفت به خدا من کاری نکردم. مامانت خودش این نقشه ها رو کشید. احسان شروع کرد به داد زدن و گفت اما من هیچی از نازگل به مامان نگفته بودم. فقط تو بودی که راجبش میدونستی. از اون طرفم پیمان هاج و واج به لعیا و من و احسان نگاه میکرد. پرسید جریان چیه؟ منم با آب و تاب تموم قضیه رو تعریف کردم. البته همه چیزو گردن لعیا انداختم و گفتم لعیا خودش همه چیزو برام تعریف کرده. احسان اونقدر عصبانی شد که جلو رفت و سیلی محکمی به صورت لعیا زد. بعدم بهش حمله ور شد و میخواست بیشتر کتکش بزنه که من و پیمان جلوشو گرفتیم. احسان همون شب با عصبانیت از خونه بیرون رفت و وقتی که میرفت داد میزد و میگفت لعیا برای من تموم شدی، مردی. پیمان بعد از رفتن احسان نگاهی به سر تا پای لعیا انداخت و گفت واقعا این کارو با احسان کردی؟ لعیا همینطور که گریه میکرد گفت به خدا نقشه مامانت بود، من کاری نبودم. پیمان سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت. یه دفعه رو کردم به پیمان و گفتم به خاطر همین دلم نمیخواست تو با این دختر ازدواج کنی. لعیا خیلی دلش سیاهه. یه دفعه جیغ زد و گفت بس کن، بیشتر از این خودتو از چشمم ننداز. خیالت راحت، من محال با پیمان ازدواج کنم. پیمان برام تموم شده است. پیمان با تعجب رو کرد به لعیا و گفت چی داری میگی لعیا؟ به خاطر 2 تا اتفاق و 2 تا حرف بقیه داری منو کنار میذاری؟ لعیا سرشو تکون داد و گفت آره دارم کنارت میذارم. نمیخوام باهات ازدواج کنم. ازت بدم میاد. هر کسی که با این زن ارتباط خونی داره مورد نفرت منه. میفهمی؟ دوستش ندارم. تو هم پسرشی. تو رو هم دوست ندارم. پیمان هاج و واج به لعیا نگاه کرد و گفت
چی داری میگی؟ مگه عشق من و تو بچه بازی بوده که با این حرفا از هم بپاشه؟ لعیا هیچی نگفت و کیفشو برداشت و از خونه بیرون زد. پیمان با ناراحتی منو نگاه کرد و منم عصبانی بهش برگشتم و گفتم دیدی که این دختر اگه واقعا دوست داشت اینطوری ولت نمی کرد. بذار بره، تو رو خدا دست از سرش بردار، بذار زندگیشو بکنه. تا حالا میگفتم جای خواهرته، اما از الان دیگه جای هیچی حسابش نکن، فقط ولش کن تا بره. پیمان بدون هیچ حرفی از خونه بیرون زد و من دل تو دلم نبود که بفهمم چه اتفاقی اون بیرون داره میفته. خیلی میترسیدم که مبادا پیمان بتونه لعیا رو راضی کنه که باهاش ازدواج کنه. اگه این اتفاق میافتاد بیچاره میشدم. 100 بار طول و عرض خونه رو قدم زدم و فکر کردم. چند روزی گذشت و من از بچه‌ها بیخبر بودم. هرچی بهشون زنگ می زدم جوابمو نمی دادن. چند باری رفتم فروشگاه لعیا و احسان، اما از اونا هم خبری نبود. مغازه بسته بود و انگار نه انگار که اصلاً قبلاً کسی اینجا کار می کرده. این بیخبری دیوونم کرده بود. تا اینکه یه روز در خونه زده شد. با دیدن لعیا جلوی در خونه حسابی شوکه شدم. انتظار دیدن پسرا رو داشتم، اما فکر نمی کردم که لعیا برگرده اینجا. چند ثانیه چشم تو چشم موندیم، اما یه دفعه منو هول داد و اومد تو خونه. با عصبانیت بهش سر زدم و گفتم چیه؟ بزرگت کردم، بهت نون دادم، آب دادم، هار شدی؟ خوب ننه بابای درست حسابی هم نداشتی. بابات کیه؟ یه آدم دیوونه. مامانت هم که اگه زن درستی بود اجازه نمیداد اون مرتی که حسن بهش دست بزنه. یه دفعه لعیا به سمتم حمله بر شد و داد زد دیگه اسم مامان منو به زبونت نمیاری. در حیاطو به هم کوبید و منو چسبوند به در حیاط و گفت چیه؟ خیال کردی بابام مرده؟ دیگه میتونی هر زر مفتی به خورد من بدی؟ نهاش خانوم، داداشام هنوز زنده‌ان. با یه آزمایش ساده میتونم ثابت کنم که من دختر واقعی امیرم. آره، تو مادر من نبودی، ولی امیر بابامه. اینو قبل از این که بمیره بهم گفته بود. چنان شوکه شده بودم که نمیتونستم از جام تکون بخورم. خودمو برای هر حرکتی آماده کرده بودم. یه جورایی ته دلم میدونستم که لعیا حق داره با من اینطوری رفتار کنه. آب دهنمو قورت دادم و گفتم این چرت و پرتا چیه میگی؟ دستمو گرفت و منو کشید تو خونه و گفت خیلی حرفا باهات دارم. اینکه اون شب جلوی بچه‌هات اینطوری منو ضایع کردی و هرچی از دهنت در اومد بارم کردی. اینکه این همه دروغ به احسان گفتی و باعث شدی رابطه من و برادرم به هم بخوره. ولی من لب باز نکردم و چیزی از واقعیت زندگیم بهشون نگفتم. دلیل داره، میدونی چه دلیلی؟ یه دفعه زد زیر گریه و گفت من عاشق پیمان بودم. من و پیمان وقتی دیدیم تو نمیذاری با هم ازدواج کنیم، تصمیم گرفتیم کاری کنیم که تو به خاطر آبرو هم که شده دست از سر ما برداری و بذاری ازدواج کنیم. برای همین اقدام به بارداری کردم. اینجای حرفش که رسید شروع کرد به جیغ زدن و صورتشو کندن. گریه میکرد و میگفت به خاطر توی بدذات دروغگو من نفهمیدم که دارم از برادرم باردار میشم. نمیدونستم پیمان برادرمه. وقتی فهمیدم باردارم به هیچ کس چیزی نگفتم. تصمیم گرفتم با بابام، همون بابایی که تا آخرین روز زندگیش فکر میکردم از روی ترحم منو بزرگ کرده، صحبت کنم. به بابا از عشقم به پیمان گفتم. اونم مثل تو حسابی شوکه شد، ولی من بیچاره نمیدونستم چرا شوکه شده. وقتی فهمیدم بابا هم مخالفه، سرم و پایین انداختم و گفتم بابا من اونقدر پیمانو دوست دارم که ازش باردار شدم. وقتی اینو بهش گفتم دیگه طاقت نیاورد، شروع کرد به داد و هوار زدن و گفت تو چی کار کردی دیوونه؟ پیمان برادرته. گفتم بابا تو که پدر واقعی من نیستی.
با من غریبه ای. بابا گریه کرد و گفت تو دختر واقعی منی. لعیا چشاش پر از اشک شده بود. بهم گفت بابام اون روز همه چیزو برام تعریف کرد. از بچه دار نشدنتون تا ازدواجش با مامانم تا دم مرگ و تا اونجایی که تو به بابا گفتی نباید هیچ کس بفهمه من بچه واقعیشم. وقتی ازش پرسیدم چرا این شرط رو قبول کردی، بهم گفت از راضیه میترسیدم. راضیه آدمی نبود که اگه چیزی باب میلش نباشه تحمل کنه. منم برای اینکه رابطش با تو خوب باشه و تو رو به خوبی بزرگ کنه تصمیم گرفتم سکوت کنم و به کسی چیزی نگم. لعیا دستامو فشار داد و گفت اون بابای بیچارمم به خاطر تو این همه سال همه چیزو از همه مخفی کرد. بچه‌شو از همه مخفی کرد. هیچ وقت نمیبخشمت. تا روزی که زنده ام نمیبخشمت. اگه این چیزا رو به پسرات میگفتم خدا میدونه چه بلایی سرت می آوردن و خدا میدونه که پیمان چی به سرش می اومد. وقتی میفهمید با خواهر واقعی خودش رابطه داشته. همینطور که گریه میکرد مثل یه مادر داغدار گفت خدا رو شکر پیمان از وجود اون بچه بیخبره. من به محض این که جریانو فهمیدم از شر اون بچه خلاص شدم. اما فکر میکنی من تا وقتی که زنده‌ام میتونم روی خوشی رو ببینم؟ میتونم فراموش کنم که با برادر خودم قصه های عاشقانه داشتم و ازش باردار شدم؟ انگشتش رو به سمتم گرفت و گفت تو پسترین زنی هستی که من میشناسم. چون خبر نداری به خاطر چرت و پرتا و دروغایی که تو بهم گفتی حتی یه بار رفتم روستا و با حسن بیچاره دعوا کردم. حسن خیلی پیر و فرتود شده بود و اصلا توانایی اینو نداشت که با من بحث کنه. وقتی بهش بد و بیرا میگفتم و فوش میدادم فقط نگام میکرد و چیزی نمیگفت. اون پیرمرد بدبخت مرده و من حتی به اون بیچاره هم مدیونم. تو باعث تموم این بدبختی های زندگیمی. صدام در نمی اومد. حرفی نداشتم بزنم. حق با لعیا بود. راست میگفت. اگه یک کلمه از این حرفا رو پسرا میشنیدن معلوم نبود چه اتفاقی بیفته. مطمئن بودم بچه هامو برای همیشه از دست میدم. برای همین افتادم به دست و پای لعیا و گفتم تو رو خدا منو ببخش. من به خاطر حفظ زندگیم این کارو کردم. تموم این دروغایی که گفتم به خاطر این بود که میترسیدم مردم منو مسخره کنن و بهم بگن انقدر بدبخت شده که داره بچه هووشو بزرگ میکنه. لعیا بی توجه به حرفام روشو برگردوند و گفت بابای خدا بیامرزم نمیدونست داره چی کار میکنه. فروشگاه رو به نام احسان زده. اونم که به لطف دروغایی که تو به خوردش دادی از من متنفر شده و میخواد فروشگاه رو بفروشه و پولشو برداره و بره. این خونم که به نام توه. بابام چیز دیگه ای نداره. پیمان که دستش تو جیب خودش و وضع مالی خوبی داره. الانم به خاطر این که من دست رد به سینه‌اش زدم و بهش گفتم دوستش ندارم اونم کاری به کار من نداره و یه پاپاسی کف دستم نمیذاره. این خونه حق منه. یا به نام من میکنی یا آبروتو همه جا میبرم. اگه قرار باشه آواره کوچه و خیابون باشم مجبورم همه چیزو به پیمان و احسان بگم. حسابی شوکه شده بودم. نمیدونستم باید چه تصمیمی بگیرم. لعیا میگفت جایی برای موندن نداره. میخواد بیاد خونه من بمونه و باید این خونه به نامش بشه. افتادم به دست و پاش که لااقل قبول کنه این خونه به نامم باشه. اما قبول نکرد. گفتم چند روز بهم فرصت بده فکر کنم. لعیا بی تفاوت رفت تو اتاقش و منتظر شد تا من فکرامو بکنم. وقتی با خودم فکر میکردم میدیدم لعیا حق داره. باباش که مرده بود. برادراشم باهاش بد شده بودن. من باید یه کاری میکردم که لااقل کمی آرامش داشته باشه. اما میدونستم که لعیا بدجوری از من کینه به دل گرفته و مطمئن بودم اگه خونه رو به نامش کنم حتما منو بیرون میکنه. منم جایی برای رفتن نداشتم. با یکی دو تا وکیل صحبت کردم و گفتم راهی جلوی پام بذارن که تا وقتی زنده هستم لعیا نتونه منو از خونه بیرون کنه.
فهمیدم میشه طی یه قرارداد و یه بند قانونی این کار رو انجام داد. با لیا که حرف زدم اولش قبول نمی کرد. اما وقتی به پاش افتادم و گریه زاری کردم که منم جز این خونه جایی برای زندگی ندارم، انگاری دلش به رحم اومد و اینطوری شد که من خونه رو به نامش زدم. اما شرط کردم تا زمانی که زنده‌ام نتونه منو از خونه بیرون کنه و خونه رو بفروشه. پیمان که وقتی دید هرچی اصرار میکنه نمیتونه لیا رو برای ازدواج با خودش راضی کنه، یه دختر که همکار خودش بوده پیدا کرد و باهاش ازدواج کرد و رفت سراغ زندگیش. احسانم زندگیشو جمع کرد و از ایران رفت و تا زمانی که از ایران خارج شد حتی یک کلمه هم با لیا حرف نزد. بزرگترین ضربه برای لیا این بود که برادراش اونو دختر بیخودی میدونستن، در حالی که لیا جونش برای برادراش در میرفت و بدتر این که لیا میدونست اونا برادراشن ولی اون دوتا هیچ کدوم از این قضیه خبر نداشتن. من و لیا عین دوتا غریبه چند سال کنار هم زندگی کردیم و من 3 سال پیش در اثر سکته مغزی فلج شدم. تو این مدت هم حقوق امیر هست، هم پسرا برام پول میفرستن و لیا هم با 1000 منت و اعصاب خوردی منو نگه میداره. هرچی برادراش میخوان پرستار بگیرن لیا اجازه نمیده. انگار میخواد اینطوری از هم انتقام بگیره. روزی نیست که با بد و بیرا و فحش منو از خواب بیدار نکنه و با هم کلکل نکنه. خیلی دلم میخواد از این دنیا برم. این زندگی برای من از جهنم بدتره. ای کاش از روز اول به همشون حقیقتو گفته بودم. بعضی وقتا به سرم میزنه که به پیمان و احسان همه چیزو بگم، اما از اون طرف میترسم به خاطر اینکه لیا و پیمان با هم رابطه داشتن پیمان دچار عذاب وجدان ابدی بشه. آخه یکی از چیزایی که لیا رو خیلی اذیت میکنه و دچار افسردگی شده همین قضیه رابطش با پیمانه. این روزا زندگی خیلی تلخه، تلختر از همیشه. من هیچ وقت دلم نمیخواست به لیا آسیب بزنم، اما انگاری بدترین ضربه های زندگی لیا از جانب من بوده. همراهان مهربونم، از اینکه تا پایان این ویدیو همراه من بودید سپاسگزارم. دوستای مهربونم، خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب داشته باشید، ویدیوهامو لایک کنید و برای دلخوشی من حتی شده یه کامنت کوچیکم بذارید تا این کانال نوپای ما به ثمر برسه. از اینکه تا اینجای ویدیو همراه بودید سپاسگزارم. تا یه شب دیگه و یه داستانی دیگه، خدا یار و نگهدارتون.